اکتشافات جدید راه تازه‌ای رو برای تفکر راجع به خودمون و ارتباط با بدنمون در این جهان پیدا کردن. بسیاری از این اکتشافات روی قلب انسان متمرکز شدن. علم میگه قلب هر انسان تقریباً 40,000 سلول تخصصی داره. به این سلول‌های تخصصی میگن نورون‌های حسی. در واقع مشابه سلول‌های مغزی هن، اما جاشون داخل قلبه. عملکردشون دقیقاً مثل عملکرد سلول‌های مغزه. سلول‌های قلب مستقل از مغز فکر میکنن. میتونن مستقل از مغز به یاد بیارن، حس کنن، درک و دریافت کنن. این کشفیات مسیر فکر تازه‌ای رو درباره ارتباط ما با قلبمون ایجاد میکنن. چند تا دلیل داره. اول از همه وقتی ما چیزی رو تجربه میکنیم، اون تجربه به عنوان خاطره ثبت میشه. ممکنه فکر کنی این خاطره توی مغزه. حالا اگه خاطره خوبی باشه اشکالی نداره، ولی خیلی همون آسیب‌ها و تروماهایی داریم که هیچ وقت حل نشدن. این آسیب‌ها به عنوان معادل شیمیایی تجربه هامون شناخته میشن که اسمش نوروپپتیده. این نوروپپتیدها از طریق بروز احساسات از بدن ما دفع میشن. مثلا دلیلی نداره بخوایم احساس لذت رو در درون خودمون نگه داریم. هیچ کس نمیگه من زیادی دارم لذت میبرم، باید کمکم کنی که بتونم کمترش بکنم. آسیب روحی، عمیق‌ترین دردها، بزرگترین ترس‌ها، خیانت‌ها و ناامیدی‌هامون. ما برای حل این نوع احساسات ابزار لازمو نداریم. این نوروپپتیدها نمیتونن از بدن دفع بشن. توی اعضای بدنمون که میتونه با اون آسیب‌ها مرتبط باشه جا خوش میکنن. وقتی ما صدمه میبینیم بیشتر اون آسیب‌ها از قلب ناشی میشن. نوروپپتیدها توی بافت و اعضای بدن ما ساکن میشن تا وقتی که ما ابزار لازم برای حل اونها رو داشته باشیم، یا تا زمانی که اونها خودشون رو به شکل اختلال در عملکرد اون عضو یا یک بیماری نشون بدن. چیزی که الان داریم متوجهش میشیم اینه که قلب بیشتر از تأثیرش در زمینه حافظه سلولی و حافظه تجربیات ما اهمیت داره. به عنوان انسان ما در ابعاد بسیار زیادی موجودات فوق‌العاده قدرتمندی هستیم و ما تنها گونه‌ای از حیات هستیم که میتونه به طور آگاهانه نورون‌های قلب و مغز رو با هم هماهنگ و سازگار کنه. میتونه این دو عضو متفاوت رو در یک سیستم قوی ادغام کنه که به شکل سیستم خود تنظیم عمل میکنه. میتونیم جوری زیست و حیات خودمون رو تنظیم کنیم که هیچ گونه دیگه‌ای در جهان قادر به این کار نیست. این سیستم واکنش ایمنی ما رو تقریبا به صورت آنی افزایش میده. ما با سازگار کردن قلب و مغز باعث ایجاد حافظه قدرتمند، شناخت فوق‌العاده و یادآوری فوق‌العاده میشیم. ما میتونیم هر موقع بخوایم به حالت شهودی عمیقی برسیم. اجداد ما این رو کاملا میدونستن. رسوم بومی داشتن که با تکنیک‌های مختلف میتونستن قلب و مغز رو با هم سازگار کنن. علم این تکنیک‌ها رو جدی نگرفت و نمیفهمید فایدهشون چیه. حالا این تکنیک‌ها با روش‌های علمی و تجربی تایید شدن. اولیش تکنیکی برای تمرکز روی آگاهیه. دومی تنظیم کردن تنفس. سومی توانایی ایجاد احساس در قلبه. یعنی وقتی که انتخاب می‌کنیم بر احساس تکیه کنیم تا اینکه بخوایم به دنیای بیرونی وابسته باشیم و دنبال دلیلی برای داشتن اون احساس بگردیم. این مهمه چون ما گاهی مجبوریم به محیط اطرافمون واکنش نشون بدیم. آیا اینطوریه صرفاً چون انتخاب میکنیم اون احساس رو داشته باشیم احساسات خلق میشه، یا اینکه این احساس در قلب وجود داره که پیامی رو به مغز میفرسته که تعیین میکنه مغز چه ماده شیمیایی رو در بدن آزاد کنه؟ احساسات روحی بخش مثبت، بخشودن گناه، جوان کننده، ماده شیمیایی نیروبخش و وقتی ما میترسیم یا احساس خطر میکنیم و یا احساس ناامنی داریم در واقع داریم سیگنال ناخوشایندی رو با ماده شیمیایی استرس میفرستیم. کورتیزول،
آدرنالین و چیزهایی که ما برای دوره کوتاهی بهشون نیاز داریم مواد شیمیایی خوبی هستن، ولی ما نمیخوایم هر روز این مواد شیمیایی در بدنمون جریان داشته باشن. با توجه به دنیایی که 24 ساعته اخبار و رسانه داره یه سری مشکلاتی رو نشون میده که هیچ راه حلی براشون ارائه نمیکنه. با این وضعیت ما تبدیل به یک جامعه مضطرب میشیم. آمار و ارقام نشون داده که افراد امروزه مریض‌تر از گذشته هستن. نشون داده که مردم دارن توی خطر و ترس بیشتری زندگی میکنن و داره خودش رو به صورت سطح استرس بالا، بیماری‌های مرتبط با استرس و این جور چیزها نشون میده. توانایی خودتنظیمی ما برای تنظیم اتفاقاتی که درونمون میفته ابزار قدرتمندیه. ممکنه نتونیم اتفاقات محیط اطرافمون رو تغییر بدیم، ولی میتونیم در واکنشمون به محیط تغییر ایجاد کنیم. این تغییر از قلب انسان شروع میشه. وقتی به قلب انسان نگاه میکنیم، فرکانس بهینه برای سازگار کردن مغز و قلب خیلی پایینه، یعنی 1/10 هرتز. این تصادفی نیست. از نظر من زمینشناس اتفاق شگفت انگیزی، چون اگه به نمودار فرکانس‌های میدان مغناطیسی سیاره نگاه بکنی، اولین پیک بلندی که به چشم میخوره 1/10 هرتزه. یعنی وقتی با قلب و مغزمون رو هماهنگ میکنیم و خود تنظیمی انجام میدیم، نه تنها اعضا و سیستم بدنمون رو هماهنگ کردیم، بلکه بدنمون رو با بدن یا پوسته والاتری که درش زندگی میکنیم هماهنگ کردیم. در حقیقت داریم زیست خودمون رو با میدان مغناطیسی سیاره هماهنگ میکنیم. اینجاست که درمان و التیام شروع میشه. احساسات انسانی زمینه ای تحقیقاتیه که علم نادیدش گرفته و بهش بی‌توجهی کرده. قدرت احساسات انسان قابلیت‌های منحصر به فردی داره و میتونه به چیزهایی دستیابی پیدا بکنه که هیچ گونه دیگه نمیتونه با قدرت احساس بهشون برسه. هم در موضوع خودتنظیمی و هم ارتباط ما با محیط پیرامون. احساسات در قدیمی ترین و مقدس ترین سنت‌های معنوی مکتوب شده. مثلا در سنت‌های کتاب مقدس غرب، محققین کشف کردند که تقریباً 43 کتاب از احکام کتاب مقدس در قرن 4 توسط امپراتور کنستانتین در شورای نیقیه حذف شد. این کتاب‌ها در تومارهای دریای مرده که قدیمی ترین نسخه عهد عتیقه و تومارهای نجع حمادی در سواحل رود نیل به صورت دست نخورده کشف شدند. اینها جدیدترین نوشته های عهد جدیدن. در این نوشته ها انجیل توماس به چشم میخوره. بر باور عموم مردم، انجیل توماس توسط کاتبی نوشته شده که از پیروان حضرت مسیح بوده. این انجیل رو حین همراهی با حضرت مسیح در ملاقات با پیروانش و شرکت در مراسمات مذهبی نوشته. اینجا حضرت مسیح لزوما یک شخص مذهبی نیست، بلکه به عنوان استادی فاضل محسوب میشه. قطعاً حضرت مسیح وجود داشته و مدارکش غیر قابل انکارن. حضرت مسیح در ارتباط ما با بدنمون و اصول معنوی فرد عالم و فاضلی بوده. حضرت مسیح راههای دستیابی به قلب رو برامون شرح داده و علم این راهها رو نادیده گرفته. احساسی که از خیانت‌ها، آسیب‌ها و ترس‌های ما نشأت میگیره میتونه همزمان منبعی برای قدرت و نابودی ما باشه. حضرت مسیح در متون نجع حمادی همین رو گفته. اگر چیزی که درونت هست رو بیرون بیاری میتونه نجاتت بده و اگر چیزی که درونت هست رو انکار کنی نابودت میکنه. اینها حقایقی هستند که به تازگی داریم کشفشون میکنیم. این یه حقیقته که اگر احساسات تعدیل پیدا کنن، نوروپپتیدها اجازه پیدا میکنن که آزادانه حرکت کنن و اگه حل و فصل نشن در بافتها و اعضای ما باقی میمونن که موجب بروز آسیب میشن. انقدر میمونن تا ما بالاخره اونها رو حل بکنیم. اگر به مدت طولانی حل نشده باقی بمونن، به صورت التهاب یا اختلال بروز میکنن تا ما متوجه اون آسیب بشیم. راه التیام و درمان این نوروپپتیدهایی که از آسیب‌های حل نشده نشأت میگیرن اینه که به اونها اجازه بدیم آزادانه در بدن حرکت کنن و از طریق متابولیسم از بدن خارج بشن.
این نوروپپتیدهایی که از طریق تنفس، ادرار، تحریق و در کل همراه با دفع مواد زائد از بدن خارج میشن، در واقع فقط باید این مواد شیمیایی رو رها کنیم و از خودمون خارج کنیم. توی این مرحله قلب وارد عمل میشه. ما از طریق ذهن و مغزمون به آسیب هامون فکر میکنیم. مغز 2 قطب مختلف داره، یعنی نیمکره راست و چپ. وقتی ما اعمال، انتخاب‌ها و گذشتمون رو از دید مغز بررسی می‌کنیم، همیشه 2 قطب مختلف وجود داره، مثل خوب و بد، درست و غلط، موفقیت و شکست. قلب قطب‌های مختلفی نداره و این زیبایی خلقت ماست. طوری که قلب تجربیات ما رو با دید خودش بررسی می‌کنه شگفت انگیزه. چون قلب ما قطب‌های مختلفی نداره. وقتی از دید یک قلب متعادل به اتفاقاتی که افتاده نگاه کنیم، دیگه از یه دید منطقی 0 و 100 و خوب و بد بهش نگاه نمی کنیم. دیگه با نفسی که جلوی دسترسی به التیامی عمیق رو میگیره روبرو نیستیم. قلب با استفاده از 40,000 نورونی که داره بی‌طرفانه و عینی این خاطرات و اتفاقات رو بررسی میکنه و معنی تازه‌ای برای این اتفاقات پیدا میکنه. چیزی که اتفاق افتاده رو تغییر نمیده، بلکه معنی تازه‌ای به تجربیاتمون میده تا بتونیم ازشون درس بگیریم، باهاشون کنار بیایم و رهاشون بکنیم، به جای اینکه براشون عذاب وجدان داشته باشیم و اون آسیب‌ها رو در خودمون قل و زنجیر کنیم.